چرا عروس هلندی تخم نمیذاره؟ این همه مراقبت کردی که چی؟ فقط بشینه برات آواز بخونه؟ سلام. به کانال واسطبت خوش اومدی. اگر تو هم از اونایی هستی که یه عروس هلندی داری و با کلی عشق و علاقه ازش مراقبت میکنی اما هنوزم خبری از تخم‌گذاری نیست، بدون که تنها نیستی. کلی از مخاطبام همین سوال رو داشتن و تو این ویدیو قراره در مورد این موضوع به صورت مفصل صحبت کنیم. پس با ما همراه باشید. اولین مورد، شاید هنوز پرندت کوچیکه. باید ببینی سنش چقدره. ببین یه عروس هلندی حداقل تا 10 الی 12 ماه نشه نباید ازش توقع تخم‌گذاری داشته باشی. حتی اگر به بلوغ هم رسیده بعضی وقتا بدنش هنوز آماده این کار نیست. اگر میخوای بدونی عروس هلندی چند سالشه یا چند ماهشه، ما یه ویدیوی کامل در مورد تشخیص سن عروس هلندی آماده کردیم. میتونی با کلیک کردن روش دقیقاً این مورد رو متوجه بشی. مورد دوم، غذای پرنده چیه؟ فقط تخمه بهش میدی یا نه؟ ببین عروس هلندی فقط با تخمه زندگی نمیکنه. اگر فقط غذای این پرنده تخمه باشه نباید ازش توقع تخم گذاشتن داشته باشی. حتی یه روزی ممکنه ببینی که بابت این موضوع مریضم شده باشه. باید غذاش ترکیبی باشه از پلت، سفیده تخم مرغ، سبزی تازه، کلسیم و مولتی ویتامین. مخصوصا وقتی قصد داری وارد فاز تخم گذاری بشی. حتما کلسیمش رو باید تامین کنی، چون کمبود کلسیم میتونه برای پرنده بدجور دردسرساز بشه. مورد سوم، پرنده جفت داره یا نه؟ ببین جفت داشتن مهم نیست، ولی خب اگر باشه میتونه بهتر باشه. تو این موضوع جفت داشتن میتونه خیلی کمک کنه، ولی خیلی وقتا مادا بدون جفت هم میتونن تخم بذارن. اگر جفت دارن ولی هنوز خبری از تخم نیست، شاید نر هنوز بچه است یا جفتشون با هم کنار نمیان، مدام دعوا میکنن، گاز میگیرن، اون دیگه پروژهش شده است. حالا اگر پرندت مدام گاز میگیره، ما یه ویدیو کامل در مورد چرایی گاز گرفتن عروس هلندی آماده کردیم. میتونیم با دیدن این ویدیو که لینکشو بالا گذاشتیم متوجه این موضوع بشیم. حالا لونه پرندت چطوره؟ یا اصلا لونه داره یا نه؟ یه لونه تاریک با آرامش و فضای مناسب خیلی برای پرنده مهمه. نباید قفسش دم تلویزیون زیر کولر باشه. صدای زیاد و رفت آمد دائم باعث میشه حس امنیت نداشته باشه و اصلا سمت تخم‌گذاری هم نره. پس این مورد رو حتما رعایت کن. استرس داره یا نه؟ اگر استرس داری یه جوری باید بیخیال تخم‌گذاری پرنده بشی. همه چیز درست باشه ولی پرنده تحت فشار باشه، قید تخم گذاشتن رو بزن. حتی تعویض جا یا دست دادن زیاد به قفس میتونه سیستمش رو کلا به هم بریزه. آرامش و ثبات خیلی مهمه تو محیط. مورد بعدی، شاید هم پرنده‌تون مریض شده یا یه مشکلی هست که شما نمیدونی. اگر این مدت تخم میذاشته ولی دیگه این کار رو انجام نمیده، ممکنه مشکل داخلی داشته باشه. شکمش ورم داره یا نه؟ کسل شده تازگی یا نه؟ زیاد کف قفس میشینه یا نه؟ اینا خطرناکن. باید ببریش پیش یه دامپزشک، اونم متخصص پرنده ها، نه هر کسی. خب مورد بعدی، فصلش هسته یا نه؟ خب ببین بعضی وقتا فقط فصلش نیست، توی بهار و تابستون احتمال تخم‌گذاری خیلی بیشتره. چرا؟ چون روزا بلندترن و نور زیادتر است و برای این کار نور خیلی مهمه. نور طبیعی زیاد و روزای بلند بدن پرنده رو فعال میکنه. مورد آخر، شاید اصلا پرندت از اون دسته از پرنده است که نمیخواد بچه داشته باشه. بعضی پرنده ذاتاً تمایل به تخم‌گذاری ندارن، مثل آدما که همشون دلشون نمیخوان بچه دار بشن. اینا هم شاید همونجور باشن. نباید به زور بخوای اونو بچه دار. اگر سالم و خوشحاله همون کافیه. اگر این ویدیو برات مفید بود و اطلاعات لازم رو به دست آوردی، حتما ما رو سابسکرایب کن و زنگوله رو هم بزن، چون تو ویدیوهای بعدی قرار کلی از رازهای زندگی با پرنده ها رو برات بگیم. و حتما توی کامنت ها بگو عروس هلندی تو چند سالشه، آیا تخم گذاشته یا نه؟ شاید مشکل تو مشکل خیلی های دیگه باشه و همینجا بتونیم اونو حل کنیم. خیلی ممنون از اینکه با ما بودید. خدا نگهدار.